کوروش در رگ‌هایم. مهمانیاران درود بر شما. امروز پیش از این که وارد اصل مبحثمون بشیم که سفر ما به اسرائیل بود و اینها، بایستی نخست یه چیزی به شما نشون بدم و یه چیزی به شما بگم. یعنی بگیم که ما رفتیم اسرائیل، چقدر پول گرفتیم؟ چون شنیدم یکی دو تا رفتین توی صفحه سرکار خانم بانتا مدیری اینو نوشتین با که حدود 400-500 هزار نفر تا حالا صفحات ما رو دیدن در این رابطه. خوشبختانه از این پرسش ها نشده، ندیدم، ولی چون قبلا یه جواب بهتون دادم شاید همونایی که ناسالم هم هستن از نظر ذهنی این باورشون شده و برحال نکردم، ولی میخوام اینو توضیح بدم بهتون، خوب گوش کنین. فقط اینو به خاطر همین یک نفر شاید دو نفر که مطرح کرده من خدمتتون میگم، گوش کنین. من با 2 تا چمدون رفتم، یکی اینه یکی این، ولی ببینید این چمدون من رفته تو چمدون این. وقتی برگشتم با 1 چمدون من برگشتم. من با این 2 تا چمدون رفتم ولی با 1 چمدون برگشتم. ببینید اینجا نوشته با 1 چمدون من برگشتم. میدونید چرا با 2 تا چمدون پر رفتم؟ اضافه بارم داشتم ولی مهربانی کردن ازم اضافه بار نگرفتن که اون چمدونی که میخواست بره توی بالا دستم باشه، اون چمدون رو هم برای من بردن توی سوت و در از 3-4-5-10 دقیقه وارد هواپیما شدم و اومدم. برگشتنم همینطور. سپاسگزارم از تمامی نیروهای اسرائیل، مردم اسرائیل سپاسگزارم بخاطر این مهرورزی و سپاس. حالا من عادتم هر جا میرم کادو میبرم، هدیه میبرم. من همیشه دادم هدیه، ارمغان، و هرگز نگرفتم. 1 نفر اگر یه روز بیاد به شما بگه ایرانی عزیز که من اینقدر به تشکیلات سیاوش اوستا کمک کردم، یک دولتی بیاد بگه، جایزه داره. من با 2 تا چمدون پر رفتم اونجا، به کتابخونه ها، به انسان ها، به شخصیت ها، از چیز کوچیک تا بزرگ کادو دادم، هدیه دادم. هیچی هم نگرفتم. این خصلت ایرانی آریایی است. ولی انسان‌هایی که همیشه در بدبختی و بیچارگی و گدایی و دزدی و اختلاس و مال مردم خوری و مفت خوری و کار آخوندا هست و فرزندانشون چه هستن، همیشه فکر میکنن آقا چقدر گرفته. بدبختا ما میدیم که سربلند بمونه ایران آریایی. امروز به آرامگاه شاه جهان آمده ایم تا یادش رو زنده نگاه داریم. پادشاهی که با عدالت جهان رو روشن کرد و نام ایران رو تا همیشه جاودان ساخت. نمونه دیگه چون بارها بهتون گفتم بهتون بگم، چون همین قضیه رو در مورد با شهبانو پرسیده بوده چند وقت پیش، بهتون چند سال پیش پاسخ دادم، دوباره بگم. شهبانوی عزیزم من تا حالا یه قهوه ازش نخوردم و نخواهم خورد. چرا ازش پول بگیرم؟ دادم. ایشون وقتی کهن دیارا رو نوشت، کتاب به پارسی و فرانسوی، تقریبا 500 جلدشو من خریدم و به زبان فارسی و فرانسوی راننده ایشون دنیل عزیزم، دنیل میومد دفتر شانزلیزه من با ماشین شهبانو کارتون اینا رو میبرد. شهبانو عزیزم قربونش برم که از بچگی از 5 سالگی دوستش دارم، عاشقشم. شهبانو مینشست 24 ساعته 1-2 تا کارتون رو امضا میکرد به لیستی که من داده بودم و می آورد و ما میدادیم به مردم. از توی اونها همون مصاحبه با خانم میره هست که دیدید تلویزیون فرانسه، 5 تا کتاب من بهشون و دوستان همکارانش دادم، سناتور آنری کیوه و غیره که مثلا باعث شدن چنین مصاحبه کاری بشه با شهبانو اون سالا و غیره. حتی از اونها نگرفتم. وقتی لیلای عزیزم از جهان رفت، این به شما بگم تو تاریخ بمونه، لیلای عزیزم که کشتنش رفت، تمام اون شما دست میدین با شهبان حضور پیدا کردید، از خودتون سپاسگزارم. حدود 200 تا ویدیو ما زدیم و همه اینها رو من دادم به خانواده پهلوی و اشرف خانم عزیز که دیگه نیست. چه اتهاماتی به ایشون زدن، همه دروغه. بهروز وثوقی به خود من گفت دروغ است، هرچی درباره من میگن دروغ است. گوشی تلفن رو گرفتم، با پرنسس اشرف هم صحبت کرد، عذرخواهی کرد، چون اشرف خانم از من خواسته بود که من این رو بگم به بهروز و بهروز ازش عذرخواهی کنه و به عمومی بگه و عمومی هم اینو گفت در مصاحبه. این که از پرنسس اشرف.
و به خود شهبانو ویدیوها رو دادم، به اردشیر زاهدی دادم، این ویدیوها رو رایگان 1 دینار از اون ویدیوها ما اصلا پول نساختیم. پس ما همیشه دادیم و نگرفتیم. چون برنامه امروز ما مربوط میشه به رئیس جمهور اسرائیل، کسی که مقتدرترین رئیس جمهور بود واقعا در تاریخ استقلال 77 ساله، چون در ماه نوامبر هستیم 77 سال از استقلال دولت ایرانی اسرائیلی میگذره. ایران هست اسرائیل. ایران نمیدونم فهمیدین، متوجه شدین یا نه. هفته پیش تو برنامه هفته پیش من با آقای رابن خاخام دانیال که خاخام و رابن و رئیس کنیسه اورشلیم هست، در خود اورشلیم در روی پشت بام دفترش باهاش مصاحبه کردم، ندیدید ببینید. و ایشون تأیید کرد که سخن ما که سالهاست داریم میگیم که آدم در شوش متولد شده. البته آدم ایشون گفت نظر من بگم اوکی، ابراهیم در شهر اور متولد شده، پیمان ابراهیمی است، تبار ابراهیمی است، همه چیز به نام ابراهیمه. اور در کنار خلیج فارس شهر ایرانی، همه یهودی ها از اصل ایرانی هستن. ایشون تایید کرد. بچه‌ها برای اینکه میگم اسرائیل ایران، ایران اسرائیل، این تعارف و فلان و پول چنگ گرفتی نیست، بدبختا تاریخه. مهربانیاران با آقای دانیل هستیم، ارغوان اورشلیم. افتخار بزرگی است با این مرد و از این انسان نازنین که علاقه و عشق زیادی به تاریخ ایران و پرس داره و با نزدیکی ایران اسرائیل در تلاش هست. میخوام بپرسم که برای ما از محل زایش حضرت ابراهیم، دانیل، مردخای و استر بگه. Yes. Abraham comes from Iran, from Ur in Iran, which means we all are Iranians in our source, all the Jewish people. But so much of our story was in Iran. Daniel, the prophet I'm named after, was in Iran. Queen Esther, we have a book about, in Iran. The Jews who came back to build the second temple when Cyrus sent it back, Ezra the leader, Nehemiah, all these biblical stories, all coming from Iran. Thank you very much. This is Mr. Daniel, Rabban Jerusalem. Thank you very much. Pleasure. Thank you. من سپاسگزار همه اساتید نازنین و گرامی و ایرانیانی که در اسرائیل هستم که سپاسگزارشون هستم که اونها نیز پذیرفتن، اونها نیز قرار شد از این پس همین گونه صحبت بکنن. آقای دکتر سولی، شما استاد دانشگاه هستید در دانشگاه حیفا. سپاسگزارم. چی تدریس می‌کنید؟ موضوعات ایران، خلیج فارس، آسیای مرکزی، قفقاز. شما چند سال اومدین اسرائیل؟ من از سالهای 70 قرن 20 بچه کوچیک بودم. سالی چی اسم فامیل؟ شاهور. شاهور؟ بله. بچه‌ها مهربانیاران با دکتر سولی شاهور بودیم. آی دکتر سولی کجا هستیم عزیزم؟ اینجا منطقه‌ای که بهایی نشین بودن در سالهای 1868 به بعد، خیلی سالها قبل از تقریبا 100 نزدیک به 80 سال قبل از تأسیس دولت اسرائیل، بهایی اومدن اینجا نشستن. مثلا این خیابونی که ما می‌بینیم اینجا خیابان پارس ها هست. اگر کمتر بریم پایین‌تر بریم دست چپ میشه خیابان ایران، یعنی منطقه‌ای که متعلق و مربوط به ایران و یا بگه منطقه پارس ما. بله. آی دکتر سپاسگزارم. ایران جز آسمان مرزی ندارد. حالا اینا رو داشته باشین. امروز میخوایم در مورد رئیس جمهور مقتدری که از سال 2000 تا 2007 رئیس جمهور اسرائیل بود، ایرانی، زاده یزد، از پدر و مادر بزرگوار، مادر نازنینش گوهر عزیزم
که افتخار گفتگو با شما داشتم اون سالهای قدیم. گوهر که دیگه نیست، ماه دسامبر بچه ها روی سخنم به ویژه با شما در اسرائیل هست. عزیزان من، خانم ها و آقایان، فرزندان ابراهیم، پاپوش برای پرزیدنت موشه کساب درست کردن. این پاپوش شما باید میشکستین. دیشب نیکولا سارکوزی با اینکه اونم گفتن پاپوش مدرکی نبوده ولی با یکی جریان لیبی مشخصه پول گرفته شده، ولی دیشب مردم آزادش کردن. یعنی مردم اینقدر نامه نوشتن، اینقدر مراجعه کردن، این کیسه نامه ها توی چند روز اونجا جمع شده بود در پشتیبانی رئیس جمهورشون. شما عزیزان من باید از موشه کساب پشتیبانی میکردید، در اون موقع نکردید. اکثر که چه عرض کنم همه آنچه افتخار امروز ایرانی اسرائیلی داره، شما بچه های یهودی که در اسرائیل هستید امروز پست های عالی مقام رو دارید. امروز من هر جا رفتم ژنرال های برجسته ایرانی در دانشگاه ها، ایرانی های بزرگ ارجمند که میبینید اینا رو پخش میکنید، در کوچه و خیابان و بازار ایرانی ها رو میبینید، همه سربلند، همه پرمهر و مهربان. اینها رو موشه کساب پایشو گذاشت. 25 سال پیش که رئیس جمهور شد موشه کساب بود که پایه گذاری کرد. بعد روسای اسرائیلی یاد گرفتن، دیگران یاد گرفتن اونا، ولی از شما تا موشه رو گرفتن شما همه چیز فراموش شد. باید دور موشه کساب حلقه بزنید، قدردانش باشید. همین ماه دسامبر 80 ساله میشه. همین ماه دسامبر که میاد سالگرد نخستین سالگرد درگذشت مادرش هست. بزرگداشتی براش بگیرید اونجا، از هیچ چی هم نترسید. همین الان که من با شما صحبت میکنم، الان سران بزرگ اسرائیلی مشورت میکنن با موشه کساب به عنوان یک رئیس جمهور مقتدر اسرائیل. بدبختا اینا به اونایی که دشمن موشه هستن میگم، مشورت میکنن، خدمت میکنه همچنان به اسرائیل. یه خدمتگزار بوده، مردم که بیخود نمیرن دوبار بهش رای بدن رئیس جمهورش کنن در اسرائیل با اونها شاید، ولی پاپوش همیشه درست میکنن. یکی حمله به ایران بود که اینا از قدیم میخواستن که اسرائیل به ایران، ایران به اسرائیل حمله کنه. این کار استعماره، کار اونایی که رأی ندادن به تشکیل دولت اسرائیل. دشمنان اسرائیل دشمنان ایران هستند. ضد یهودی ها ضد ایرانی هستند. ضد یهودی الان در دنیا رشد کرده، اینا اکثرشون هم در غربن، وگرنه اعراب که الان ساختن با پذیرفتند و دوستی و مهر و مهربانی دارن. محمد بن سلمان که اومد مسیر تاریخ رو عوض کرد، مسیر اسلام رو عوض کرد. این غربیان که الان همه میدونین دیگه، خود شما میدونین، میلیونی میان تو خیابون و نجات پرستی و ضد یهودی و همین. موشه کساب انسان بزرگی است، مهرورزی کنید و بزرگ بداریش. من میخوام از پرزیدنت موشه کساب هم سپاسگزاری بکنم، واقعا من شرمنده کرد. این مرد بزرگوار، خودش محافظ داره، خونه داره، امکانات داره، تشکیلات داره، راننده داره، خودش اومد دنبال من، خودش رانندگی کرد، خودش منو برگردوند. ایران بچه ها، آقای موشه کساب عشق ماست، ما دوستش داریم، براش همیشه در سنای فرانسه در رادیو و تلویزیون نیایش کردیم و بهش افتخار کردیم. افتخار میکنم. شما الان من نمیتونم نوکر شما هستم، ولی من شوفر شما هستم. عزیز ما هستید، بزرگوار هستید و آقا هستید. آقا Mr. President, thank you very much. I kiss you. I love you, Mr. President. Thank you very much. And hello for Esprit Mother. درود به روان پاک مادر مهربانت. سلام باشید. زنده باشید. مرسی، خدا حافظ. God bless you. God bless you.
این مهر رو پرزیدنت به قول فرانسوی ها je vais jamais oublier je te remercie beaucoup یکی از افسرانی که در همون حومه خونه ایشون من دیدم گفت عجیبه. گفتم چی عجیبه؟ گفت مادرش و ماها میرفتیم، یعنی میرسونیم، یعنی گاردها و محافظینش و فلان اینا این ور ور میبردیم، تو را آورد تو را برد. گفتم میدونی چرا؟ این بزرگی یک انسان آریایی زاده یزد هست که در مدرسه زرتشتی های یزد تحصیل کرده. Ekšeće fravarti, ava mazda patuva. Matra fravarti atara patuva. Dahyava frasha arta patuva. Aham kurush, ekšećam yata ahva. تل آویو هستیم. این منطقه، این میدان یکی از جایگاه هاییست که در اسرائیل مورد اصابت موشک‌های روسی، ایرانی، چینی، جمهوری اسلامی قرار گرفته و می‌بینید که ساختمان‌های زیادی رو فرو ریخته و بدون شک در این ساختمان‌ها انسان‌هایی هم زندگی می‌کردن. این یک نمونه است. عین همین در حیفا هست و در دیگر شهرهای اسرائیل، در حتی روستاهای دوردست هست که موشک‌ها مورد اصابت قرار دادن ساختمان‌ها و مردم اسرائیل. How are you? موشک‌های جمهوری اسلامی اینجا. یادم میاد 15 سال پیش سید علی خامنه‌ای توی یکی از صحبتاش میگفت که اگر چه کنن ما چه میکنیم؟ ما تل آویو رو میزنیم. ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد. من خودم اونجا خندیدم و گفتم میخواد تل آویو بزنه، اما جهان هنوز که هنوزه نادان هست به این خریتی که روحانیت داره، فقهای شیعه دارن که وقتی مردم خودشون رو 46 ساله دارن میکشن، قتل عام میکنن، خواهر برادر فرزندان خودشون رو اینها کشتن، اعدام کردن، مثل همون گیلانی و دیگران. کسی باور نمیکرد که این کار رو بکنن. شوربختان این بخشی از جنایت‌های روحانیت حاکم بر ایران هست و خوشبختانه امروز مردم اسرائیل، دولت اسرائیل ذهنیتشون کاملا فرق کرده و میدونن که مردم ایران با دولت و حکومت تازی اشغالگر فرق داره، یکی نیستن. همشون اینو میگن، رئیس پارلمان گرفته تا رئیس جمهور تا نیروهای نظامی و ارتشی. تا این چند روز به ما اینو گفتن، به من مشخصا اینو گفتن، براتون پخش کردیم دیدید. گفتن که ایران حکومت برای ما از مردمش جداست. ایران بچه ها، آقای مشکساب عشق ماست، ما دوستش داریم و بهش افتخار کردیم. افتخار میکنم. شما الان من نمیتونم من نوکر شما هستم ولی من شوفر شما هستم. عزیز ما هستید، بزرگوار هستید و آقا هستید. آقا به شادی و تندرستی خانواده پرزیدنت مشکساب. شنین باد. چه چای خوش‌طعمی. بله خیلی چای خوش‌طعمه. با گیلام. Miss Gilam, thank you very much. This tea is better tea before maybe 20 years.
Mr. President. Very nice. چه ایرانی هست. بله خیلی. و خونه پرزیدنت. This is very nice. Thank you. و خونه پرزیدنت موشه قصاب. این خونه ایرانی. انواع قوری اونجا سال بعد بهتون نشون میدم. قوری مادر یادش شد. عشق من بود مادر شما. اونجا مینشست یا اینجا؟ چون من ازش عکس دیدم که وقتی پیش شما میمد. بله اینجا خونه خودش بود. خونه خودش بود. مادر بزرگی داشته پرزیدنت موشه قصاب. همیشه انسانهای بزرگ در آغوش مادرهای بزرگ پرورش پیدا می‌کنند. من با مهر یکی از دوستانمون که از اسرائیل اومدی بود پاریس شانزلیزه، وقتی که به من مراجعه کرد در شانزلیزه و صحبت آقای پرزیدنت موشه قصاب شد، مسیو پرزیدنت شماره رو گرفت و مادر اینجا بعد با من 10-15 دقیقه با هم صحبت کردیم و گفت پسر من رو ممنونم که پشتیبانی، چون ماهواره درش داشتید اینجا، نه ماهواره تلویزیونی برنامه ها رو میدید و شما خودتون الان به همون ایرانی هایی که شما رو در سر دنیا میبینن دوستتون دارن چی دارید بگید Mr. President? I prefer to say it in English, okay? English, okay. This is the Mr. President. I believe that for me, please. Yes. The book is for you. That the two great nations is Jewish people and Iranian people will reach, I believe it will not take long time. I believe that we reach to the point of cooperation, of admirable connection. Yes. I believe that if this day will come soon of the Middle East, unfortunately now Iran has concentrated how to arrange damage toward Israel. It's very negative, it's not good, and it's not good for Iran itself. Of course. The economic situation in Iran, the social situation in Iran, the diplomatic relation of Iran with the entire world, everything could be changed immediately. No. And we are ready, we want it, we desire to reach to this fruitful point of cooperation with Iran. Iran and Israel, we have no common border, we have no limitation, we have no conflict of interest, nothing, really. Iran is not set around Israel, not Lebanon, not Syria, not Jordan, not Egypt, nothing. Iran behind Syria and behind Iraq and behind. So we have no conflict about the territory with Iran. We have no conflict with Iran about territory. They never say this territory belongs to us or say this territory belongs to us. No. Because we have no any conflict, not in the border, not the economic situation, not the economic in the diplomatic situation. I don't understand why Iran are so focused so many years of the last decades to act against Israel. What do you want to achieve? What? I know for sure that Israeli people really love very much the Iranian people, love them. I know, I felt it everywhere. And I know that according to the comments and reaction of the Iranian people,
that they love Israeli people. The Iranian people love the Israeli people. I gave an interview to the Iran International. Yes. I spoke in Hebrew, and he said, "I will give you this interview in the Iran International." And I was informed that in Iran itself, even the Iranian authority, the reaction to this interview was very positive. Amen. After all, I was former president of state to Israel, for them the enemy of Iran, and they accepted in the very respectable reaction to this my interview in the Iran International. So I hope, I believe that they will come very soon, and I hope that all our attention and their attention will be focused not in the military field, will be focused, will waste all our energy to the cooperation, to the economic cooperation, social benefit, to raise the level of the life in Iran and in Israel. Of course. Thank you very much. Mr. President, اگر پروانه بدید به فارسی من میخوام یه خبر خوبی رو به ایرانی‌ها بدم که کمتر کسی میدونه. حتی دوستان اینجا هم حتی خبر ندارن. اون است که این مرد بزرگ میدونه که در امریکا یک ایالتی هست به نام کالیفرنیا. بله. و در کالیفرنیا شهری است به نام لس آنجلس. بله. که لس آنجلس پر از ایرانیان اسرائیلی، من یادتون نره گفتم به جای یهودی و کلیمی از این بعد باید بگیم اسرائیلی، چون یک اندیشه ضد یهودی رو به ویژه در اروپا دارن رواج میدن با عنوان ضد اسرائیلی، ضد صهیونیستی، ضد چه. ما یهود و کلیمی رو از این بعد بگیم بنی اسرائیلی. ایشون پرزیدنت موشه کساب در اسرائیل شهری ساخته، شهر رو ایشون ساخته با همه سوابق تاریخی سیاسی که از خودشون گفتن و در کتابشون هست، به نام لس آنجلس، به نام کیرات ملخی. کیرات یعنی شهر و ملاخ یعنی فرشتگان. انجل. شهر فرشتگان رو اینجا برام یه توضیح در مورد این بدید به فارسی. Los Angeles is a town. من فارسی بگید، همون خوبه بگید. من شهردار کریات ملخی بودم. بله. اون موقع تو هیبرو یونیورسیتی، دانشگاه هیبرو یونیورسیتی یاد گرفتم اکونومیک اند هیستوری. بله. من انتخاب شدم شهردار کریات ملخی. آها. من تو این شهر 75 سال زندگی میکنم. بله. من رسیدم تو این شهر فقط چادر اینجا بود. هیچ ساختمان نبود. مخیمات. رسیدیم تو که از بهشتیه، تو تهران بهشتیه بود. بله. از بهشتیه مستقیم اومدیم اینجا فقط چادر بود، نه کار بود، نه زندگی خیلی سخت بود. پدرم خیلی سخت. من اون روز 5 سالگی بودم. رفتم های سکول اینجا تو یک مشاور نزدیک کریات ملخی. بعدش رفتم تو دانشگاه، تو هیبرو یونیورسیتی یاد بگیرم. استودنت بودم. خواهش کردم که منشم شهردار اینجا، قبول کردم. آفرین. خیلی مهم بود. 24 سالم بود. تو همه دنیا جوانترین. بله، خیلی صحبت کردن تو روزنامه دنیا. وقتی که من رفتم فیونرال پاپ یوحنان پاولوس تو واتیکان. آها. به دیدار پاپ. فیونر چی میگم فارسی؟ فیونرال. در گذشت مراسم خاکسپاری. این خیلی زیباست. دوستان اینو گوش کنید که پرزیدنت موشه کساب میگه در واتیکان مرگ پاپ ایشون اونجا حضور داره. اسرائیل، ایران. گوش کنید. ما اسمای رئیس جمهوری دنیا
جاشون تعیین شده مثل که اسم مملکت شروع میشه. بله. ایران آی، اسرائیل آی، بله. ایرلند آی. رئیس جمهور ایران خانم، رئیس جمهور ایرلند خانم بود. نشسته بود میون رئیس جمهور ایران خاتمی و رئیس جمهور اسرائیل من بودم. خانم به من میگه دست چپ من رئیس جمهوری ایران هست. خاتمی. گفتم بله میشناسمش. میخوای با حرف بزنی؟ گفتم من خیلی خوشحال میشم، نمیدونم اگر خودش قبول میکنه. خانم رئیس جمهور ایرلند به رئیس جمهور ایران خاتمی میگه میدونی دست راست من رئیس جمهور اسرائیل نشسته. از اون موقع همون که خانم اینا بهش گفت دیگه خاتمی نگاه نکرد دست راست، همش راست و چپ. نمیدونم چرا. میدونی funeral million of people around the world میبینن میلیون ها نفر دارن میبینن چقدر ترسید که ما با هم دیگه یکی ببینه که ما با هم دیگه صحبت میکنیم تو تلویزیون. نگاه من اینکه چیزی بهش نگفتم. وقتی بعد 2 ساعت که این تموم شد این فینال، روز عدینه بود، من میخواستم برسم اسرائیل که قبل شبات برسم. وقت نداشتم، خیلی زود رفتم. رفتیم تو خود ساختمان واتیکان. این فینال بیرون بود نزدیک واتیکان. تموم شد رفتیم تو ساختمان مال واتیکان. تو راه میخواستم، خیلی وقت نداشتم، میخواستم برسم زود به ماشین، برسم فرودگاه حرکت کنم به اسرائیل قبل شبات. بله. یا اون پرزیدنت خاتمی میاد به من به دست میده. میگه سلام علیکم، شما یس تولد شدی؟ گفتم بله، زبان فارسی. گفتم منم، اون به من میگه منم یس تولد شدم. الان بودیگارد از خاتمی و بودیگارد من نفهمیدن چیزه. این که چی گفتی؟ نفهمیدن که ما با هم دیگه دست میدیم. ترسیدن. بودیگارد آقای خاتمی از ما ترسید، بودیگارد من از اینا ترسیدن که 2 تا پرزیدنت با هم دیگه نزدیکن. موضوع چیه؟ واسه چی اینم؟ ولی من به بودیگارد خودم گفتم آروم باشید، هیچ چیز بدی نیست، فقط چیز خوبی هست. خیلی به من خندید، صحبت که اول شما چقدر نه چیزای سیاسی صحبت نکردیم سیاسی، ولی 3-4 دقیقه با هم دیگه میرفتیم و حرف زدیم با هم دیگه، خیلی از دوستی و خیلی به تعارف و به اومدم اسرائیل. تو همه روزنامه تو اسرائیل دنیا گفتن که من با پرزیدنت خاتمی حرف زدیم، دست دادیم با هم دیگه. یه چیز دیگه هم بود، عقب ما تو فینال رئیس جمهوری سوریه نشسته بود. بله. بشار الاسد که الان تو مسکو. بله. بشار الاسد. وقتی من رسیدم تو اونجا دیدمش عقب من نشسته. بلند شدم بهش دست دادم. اینا من شناخت، بلند شد به من دست داد. دفعه دوم بعد 1 ساعت این تو 2 ساعت طول کشید. بله. این رئیس جمهور سوریه بلند شد اومد به من، او به من دست داد. It was his initiative, not the second time. My first shaking hands was my initiative. Second time was his initiative. برخلاف تمام دنیا گفتن که من با رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور سوریه و هم دیگه دست دادیم و خندیدیم و رئیس جمهور ایران ریاکشن داد، گفت که من با رئیس جمهور اسرائیل صحبت نکردم. درسته صحبت نکردیم، سیاسی صحبت نکردیم. آخوند ذاتاً دروغگویه. نمیگم نمیخواست خطر واسش باشه، نمیخواست، ولی اشتباه نگفت. گفت با هم دیگه صحبت نکردیم، صحبتی سیاسی نبود، فقط با هم دیگه میرفتیم احترامی. این نمیشه بگن این صحبت
این که صحبت نیست. احترامی مذاکره نکردیم. ولی بعدش هیچ وقت ایرانی نگفتن که این دروغه. نگفتن. گفتن ما صحبت نکردیم. نه همین. نگفتن ما دیگه دست ندادیم. نگفتن اینا. من خیلی توقع دارم که با ایران یه روز خیلی زود بتونم برگردیم ایران واسه ویزیت واسه توریسم. برادر من تو یزد قبرش هست، میخوام خیلی برم ببینمش. پدر بزرگ من تو یزد. من خیلی توقع دارم که یک روز بذارم به قبر برادرم کوچکتر من و پدر بزرگم بتونم برم تو یزد اینا رو ببینم. یکی از دوستا میگه تو مسلمان‌ها تو یزد خیلی به من احترام دارن. خیلی نمیدونم ولی اینا به من در ایران نه تنها در یزد. من چون بارها از شما صحبت کردم در تلویزیون و حتی عکس شما رو در رو با خاتمی در واتیکان بارها نشان دادم. من اینا رو صحبت کردم. با من خیلی مردم صحبت کردن که حتی روانشاد مادر شما در جریان بود. به من گفت از تو سپاسگزارم که از پسر من خوب یاد. مردم ایران مثل مردم اسرائیل شما رو دوست دارن. شما هرگز never Mr. President یک ذره دلت ناراحت نباشه از 2-3 تا ترقه ابلهانی که شاید از همون سلام کردن با هم نگران بودن یا چیزهای دیگه. موشه کساب، من امروز آمدم به دیدن شما دکتر دانیل دانا، دوست بزرگ و نازنین و بزرگ امید. میدونه من یک کار خیلی مهمی رو امروز قیچی کردم. گفتم من حتما باید شما رو ببینم. این عشق رو به شما همه ایرانی ها دارن، همه اسرائیلی ها دارن. خصوصا خوشخبری به شما بدم. خوشخبر امروز در رادیو و تلویزیون ایران میان میگن اسرائیل برادر ماست، اسرائیل میهن ماست. من میخوام اینجا از 2 تا جوون خیلی خوب که تا پای جان رفقای من هستن، با منم مصاحبه کردن، الانم خیلی جنجالی هستن، همه میشناسنشون، صحبت بکنم که اینها اومدن توی تلویزیون خود جمهوری اسلامی، ژورنالیست بزرگ هستن. یاد کنم اسفندیار یکیشون هست. اسفندیار میگه ما چرا بایستی به دروغ با کسی که میتونیم برادر باشیم، همراه باشیم، بیایم دشمنی بکنیم. یعنی الان آقای موشه کساب، Mr. President، now افکار، عقاید و دوستی شما که برای ایران و اسرائیل بوده، پیمان کوروش بوده، پیمان همبستگی ایران و اسرائیل بوده، الان در ایران مردمی شده. در ایران مردمی شده که همه از این قصه سخن میگن. شما بسیار شادمان باشید از اینکه پیامبر صلح بودین. امید خدا همیشه بودیم. من خیلی میخوام که اگر کسی پیدا بشه حاضر باشه این کتاب من ترجمه کنه به زبان فارسی. خیلی میخوام که اینجا دکتر دانیل دانا همینجا چنین وعده داد. ایشون تا کنون 180 و من 140-150 تا کتاب نوشتم. ایشون زده رو دست من 189 تا کتاب نوشته. 189 و 190 میشه کتاب شما. זה סופית שאני כתבתי בשמחה וששון. זה מתנה ידידי היקר. תודה רבה, איזה יופי, איזה יופי. این 188مین کتاب دکتر دانیل دانا. אני אשמח אם מישהו יתרגם את הספר שלי. אני חושב שזה יהיה, יש הרבה פרקים על איראן. שב. יש הרבה, כל ההתחלה של הספר שלי, כל הפרקים הראשונים זה על איראן. זה על איראן. در ایران چاپ میکنین؟ نه میگم پخش میشه. نه אתה יכול להסביר לו שכל הפרקים הראשונים בספר שכתבתי בביוגרפיה זה על איראן. بیشتر اتفاقات و رخدادهایی که در این کتاب نوشته شده همه در مورد ایران هست. دکتر دانیل دانا اینو ترجمه میکنه. سیاوش اوستا این رو در پاریس و من
با مهر یزدان پاک در داخل ایران اینو چاپ و پخشش میکنیم. امید خدا. خیلی این وعده رو به ایشون میدم که کتابشون دکتر دانیل دانا به پارسی برمیگردونه، مثل که من از آری بن مناشه خواستم که پروف یافوار گفتم اینو دکتر انصاری ترجمه میکنه، ما چاپ میکنیم، دنیا رو گرفت. این کار رو ایشون ترجمه میکنه، ما چاپ میکنیم در پاریس و در ایران چاپ میکنیم. مرسی. من مطمئنم که خیلی ایرانی‌ها که زبان فارسی زبانشونه، عبریت بلد نیستن بخونن، خیلی میخوان بدونن تو کتاب چی نوشته. درست. مطمئنم تو دنیا، تو امریکا تقریبا چند صد هزار، 2 میلیون و نیم، 3 میلیون در کالیفرنیا داریم. خیلی به من گفتن میخوایم کتاب از اینا بخونیم. بله. رب دوید شوفت تو لس آنجلس خیلی میخواد، نظریان خیلی هم میخوان. بله. ولی من فقط زبان عبری چاپ کردم. به زودی. امید خدا. مرسی. به زودی. خب اساساً علی میستدرزه و علی مترجم باشه طریق فرشاد به فارسی بده من اینجا نشون بدم اینو. دوستان این جوان خوشتیپ هنوز خوشتیپ است. تیپو ببینین. این جوان خوشتیپ جدا از این که مرد بزرگی در میدان اندیشه و سیاست هست، شما ببینید ایران، یزد، فرزند کوروش چی میسازه؟ خوشتیپ. برافو. خوشتیپ هست. ما تو 4 سال وقتی که یزد ول کردیم رفتیم تهران. بله. تو تهران 4 سال تو مدرسه کوروش زندگی میکردیم. پدرم تو مدرسه کوروش کارش بود. و از مدرسه کوروش از تهران حرکت کردیم به اسرائیل سال 51. 51. بعد پدر بزرگ شما قصاب بودن. مادر به من گفت. بله. پدر بزرگ قصاب بودن. 4 generation they were butchers. قصاب بود. چون میدونید بچه ها موشه کسب موساست، موسا قصاب. بعد تبدیل شده اینجا شده موشه کسب و یکی از افتخارات ایران نام قشنگ موسا که موشه نیز از همون موشه که میگن موساست و موسا سوشیانت هست در آیین زرتشت و میترا و به عنوان نجات دهنده. موشه رو همه چشم براهن که بیاد. میدونی کجا من تولد شدم؟ در شهر یزد. در چه محلی؟ شهر یزد. در چه بیمارستان؟ نه. بیمارستان زرتشتیا. هنوز این بیمارستان هنوز هست تو یزد. خیلی میخواستم میرو تو این بیمارستان بیام. من نمیدونستم. خیلی قشنگه. بله بیمارستان زرتشتیا تولد شدم. درود. برای همینه که قربان شما از این بعد با یاد زرتشت اسموکینگتون رو میپوشین، این دکمه سردسته و این پینسه که اینجا میزنین به یاد زرتشت، جایی که شما دنیا اومدین. این مال زرتشتی هست؟ بله. از مال ایرانی هست، چون ایران همه زرتشت. نه مال ایرانه. ایران زرتشتی. زرتشت به عنوان فلسفه، به عنوان اندیشه، نه به عنوان دین. زرتشت به عنوان فلسفه که نور تورات از اون برخواسته و تمام موارد دیگه. کوروش با حقوق بشری که می‌نویسه از اندیشه اوستا برخواسته. اندیشه اوستا دین نیست، سکولاره، فلسفه زندگی است. بله. مثل یهودیت. بله. که ما یهودیت داریم، تبار یهودی و دین یهودی. بله. حتما یهودی هستیم. بله. و ما میتونیم دینی نباشیم. بله. یعنی و زرتشت فلسفه است برای اینکه بهشت رو همینجا بسازه. مادر من وقتی عروس جوان بود از یزد تو شهر تفت نزدیک یزد زندگی میکرد. پدرم میرفت روز یک شنبه دوربر یزد تفت چیز میفروخت، روز یک شنبه میرفت، روز آدینه برمیگشت. تو این شهر تفت فقط یک فامیل یهودی بود، مادر من. همهشون دوربر مسلمون بودن، زرتشتیا بودن، بهایی بودن.
بهش کمک میکردن، خاطر که تنها بود، شوهرش منزل نبود، بچه کوچیک داشت، تو تفت زندگی میگه، همه کمکش میکردن. عروس جوون، دختر جوون 16 سالش بود که عروس شد مادر من. تو همین تفت فقط یک یهودی بود مادر من و پدرم. من بسیار ناراحتم که دیر آمدم، مادرتو ندیدم. خیلی دوستش داشتم. روانش شاد. یعنی روانش شاد. یعنی یک سالار زن بود. یعنی یه شیر بود. یعنی یه شیر بود که چنین شیری رو بر جامعه بشری پرورش داد. با بزرگان جهان، با پرزیدنت موشه‌گساب بودن و ازش چیز یاد گرفتن. از این مرد چیز یاد گرفتن. من از دو مورد شنیدم از شخصیت برجسته در کتاب دیالوگ avec l'histoire اونجا نقل کردن که گفتن ما موشه‌گساب رو، پرزیدنت موشه‌گساب رو دیدار کوتاهی داشتیم، اما مثل آیات کتاب مقدس کوتاه از او آموخت. من یادم تو تهران میرفتیم، بچه کوچیک بودم، مادرم دست میداد تو خیابی میرفت بجا چایور روش بود، فقط چشماشم میدیدم، از سر تا پایین با چادر میرفت مثل یهودی ها. خیلی مسلمان که میرفتم، یهودی هم که میرفتم. من یادم خوب یادم هست، فقط چشماش میدیدم تو خیابان تهران، همش چادر، صورتش، دهنش، سرش، همش با چادر. نمیتونم مثل پرزیدنت بیکار همه زیبایی مادرش اون چشای قشنگش. Depuis les années 1980, lorsqu'à Paris Afista a développé et organisé la pensée de la nouvelle création zoroastrienne, il a dit et écrit que les nouveaux zoroastriens, pour la sécurité historique des zoroastriens à l'intérieur de l'Iran, n'ont aucune dépendance envers ces chers, et que le nouvel zoroastrisme n'est pas une religion mais une philosophie de bien-être, de vivre bien et sainement, et de vivre dans le confort en un mot, créer le paradis ici et maintenant. Siavash Afista, avec des dizaines de livres et des milliers de programmes radio et télévisés, a créé une école mondiale dont les enseignements ont été diffusés dans le monde entier via Fox, Internet et satellite. Il déclarait toujours que tout Iranien arien, du Hadjikistan et de toutes les autres provinces comme l'Arménie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, l'Afghanistan jusqu'à l'Iran, la Turquie, l'Irak et Israël, quelle que soit leur religion, leur philosophie et mode de vie, sont zoroastriens, car l'Iran est Masdès mais Zoroastre ont existé avant toute religion. Afista souhaite que chacun devienne un Zoroastre lui-même, et non un simple disciple ou adepte de Zoroastre. Pour devenir Zoroastre,
comme la jeune Nika de 9 ans, Reza Ranavar et Maza, il est nécessaire d'étudier correctement les connaissances disponibles sur cette page et ce site, et de les transmettre aux autres. Le nouvel zoroastrisme signifie devenir zoroastre. Ekshach fravarti, ava mazda patuva. Matra fravarti atara patuva. Dahyava frasha arta patuva. Aham kurush, ekshacham yata ahva. Arta vastram ya ahva. Mazda afrina yakshacham. Horus. Auramazdak shacham patuva kurush. 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 Farsam yartava. İmam Dahyava Fravara. Aram. Since the 1980s, when in Paris Sophista explained and organized the idea of the new Zoroastrians, he said and wrote that modern Zoroastrians, for the historical security of Zoroastrians inside Iran, have no affiliation with those dear ones, and that the new Zoroastrianism is not a religion but rather a philosophy of well-being, good and happy living, being healthy, and living in prosperity, in a word, creating heaven here and now. Siavash Sophista, with dozens of books and thousands of radio and television programs, built a global school whose teachings were broadcast worldwide via fax, internet, and satellite. He always said that every Aryan Iranian, from Tajikistan and all other provinces like Armenia, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, to Iran, Turkey, Iraq, and Israel, regardless of which religion they belong to, their philosophy and way of life are Zoroastrian because Iran, Mitra, and Zoroaster existed before any religion. Sophista wished that everyone should become a Zoroaster themselves, rather than being followers and imitators of Zoroasters. To become a Zoroaster, as the 9-year-old Kian Nika, Reza Ranavard, and Masa, one must thoroughly study the knowledge available on this page and site and convey it to others. New Zoroastrian means becoming Zoroaster. Aujourd'hui, c'est samedi, jour de ménage, allons nettoyer la chambre. امروز شنبه هست، روز تمیزکاری. بریم تمیز کنیم خونه رو. Je range mes affaires. چیزامو مرتب میکنم. Ranger. Je fais la poussière. Je fais la poussière. Je fais l'aspirateur. جاروبرقی میکنم. Je balaie. جارو میکنم. Je passe la serpillière. طی میکشم. Je fais mon lit. تختمو مرتب میکنم. Je fais mon lit. Je nettoie la vitre. Je repasse mes vêtements. لباسمو اتو میکنم. Repassage. Oh, je suis crevée. فالو کنیم وگرنه باید بازم همه خونه رو تمیز کنم. الان باید واقعا اینو همه رو تمیز کنم وگرنه. Oh, je m'en fous.